وقت انسان در درون خود معنای عمیقی را نمی‌یابد، گاه تلاش میکند که خود را با لذت‌ها و سرگرمی‌های ظاهری پر کند. لذت‌ها عزیزان گرچه لحظه تسکین و آرامش می‌دهند، اما فقط رویکی‌اند و عمق باطنی ما را سر نمی‌کنند. ویکتور فرانکل نیز به این تاکید دارد که لذت نمی‌تواند معنای حقیقی حیات را پر کند. هر بار که انسان در جستجوی خود ناکام می‌ماند، به لذت‌های موقتی رو می‌آورد، اما این تنها یک فرار موقتی است و نه راه حقیقی خوشبختی. این روند پر کردن خالگی به یادآوری سخنان حضرت بیدل نیز مانند است که حضرت بیدل میگویند تا کی به نشاط متهم باید بود، نامحرم اسرار علم باید بود. اینها شرفی سلسله آدم نیست، گاه دور از بهشت هم باید بود. حضرت بیدل به ما میفهمانند که انسان نمیتواند تنها با خوشحالی و نشاط ظاهری زندگی معنادار را به دست آورد. گاهی لازم است که ما با درد و اندوه روبرو شویم تا خود را بفهمیم، تا پیام عمیق در باطن خود پیدا کنیم. گاه انسان باید از آرامش و نشاطی بیغم دور رود، در فکر و اندیشه های عمیق فرو رود تا خود را بیشتر بشناسد و حقیقت زندگی را دریابد. شاید لذت ها و راحت های زندگی گاه ما را آرام کنند، اما برای انسان بودن، برای آنکه شرفی سلسله آدم را داشته باشیم، باید به معناهای عمیق‌تر رو آوریم. به راحتی جسمی قناعت نکرده، بلکه در عمق خود یعنی عذاب‌های وجودی و جستجوی معنا را احساس کنیم. چون هر یک شخص باید روز با خود روبرو شود، با سوال‌های عمیق‌تر از زندگی و خود، تا بتواند راه به سوی پرمضمون‌ترین لحظه‌های حیات پیدا کند. معنا در آن است که جرأت کنیم به جای لذت‌ها و راحت‌های زودگذر به دنبال چیزی جاودان باشیم، یک عشق، یک مقصد یا یک معنایی که ما را از خود بالاتر میبرد. این است مفهوم انسان بودن. انسان بودن یعنی اینکه تو هم از درد و هم از رنج و هم از شادی توان آن را داشته باشه که لذت بری و همیشه خوشنود بمانی. یعنی هنری شاد زیستن و هنری خوشنود بودن را آنهای در وجود خود میتوانند خلاصه کنند که میتوانند گرما و سرمای زندگی را درست احساس کنند. با امید خوشحالی و خوشنودی هر یکی شما عزیزان با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم.